او را قصاب ایران می‌نامیدند. قاضی دادگاه انقلاب که حکم اعدامش نفس یک نسل را برید. از امیران شاه تا مخالفان جمهوری اسلامی، از کردستان تا طبس، او بیش از آن که یک قاضی باشد یک اجراگر سیاسی بود. به سفر در زمان خوش آمدید. امروز می‌خواهیم به یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین فصل‌های انقلاب 57 سفر کنیم. داستان اولین و معروفترین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، صادق خلخالی، داستانی پر از خون، قدرت، ترور و در نهایت سقوط. تا پایان با ما باشید. صادق خلخالی در سال 1306 در شهرستان خلخال به دنیا آمد. مسیر زندگی او مانند بسیاری از روحانیون به حوزه‌های علمیه قم و نجف ختم شد. اما نقطه عطف زندگی او آشنایی و پیروی بی قید و شرط از یک مرد بود، روح الله خمینی. این وفاداری برگ برنده او پس از انقلاب شد. با پیروزی انقلاب فرصتی تاریخی برای خلخالی و امثال او به وجود آمد. نیاز به یک سیستم قضایی سریع و انقلابی بود و خلخالی خود را برای این نقش آماده می‌دید. خمینی خلخالی را به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی منصوب کرد. دادگاه‌های خارج از سیستم قضایی معمول با محاکمه‌های چند دقیقه‌ای و حکم‌های از پیش تعیین شده. مشهورترین محاکمه او محاکمه امیرعباس هویدا، نخست وزیر افسانه‌ای شاه بود. جالب اینجاست که خلخالی خود اعتراف می‌کرد که حتی پرونده او را نخوانده بود. او به سراغ سران رژیم پهلوی رفت. نصیری رئیس ساواک، ربیعی، رحیمی و ده‌ها فرمانده نظامی. محاکمه، صدور و حکم اعدام گاهی همه در کمتر از 24 ساعت انجام می‌شد. اما اعدام‌ها به تهران محدود نماند. خلخالی برای سرکوب شدید مخالفان به کردستان رفت و آنقدر در اعدام بی‌رویه و بی‌رحمی کرد که به قصاب کردستان ملقب شد. شاید عجیبترین ماجرا محاکمه غیابی اجساد سربازان آمریکایی در حادثه نافرجام طبس بود. خلخالی برای اجساد آنان هم حکم اعدام صادر کرد. با تثبیت نظام دادگاه‌های انقلاب قدرت خود را از دست دادند و خلخالی حاشیه‌ساز به تدریج کنار گذاشته شد. او تنها به عنوان نماینده مجلس از خلخال فعالیت می‌کرد و حتی در مجلس به ناطق نوری حمله فیزیکی کرد. او در کتاب خاطراتش که خود منبعی جنجالی است به شرح اقداماتش پرداخت. بدون عذاب وجدان و با افتخار از تعداد اعدام‌ها سخن می‌گفت. خلخالی در انزوا و بر اثر بیماری سرطان معده در سال 1371 درگذشت. صادق خلخالی را چه قصاب بنامیم چه قاضی انقلاب، نمادی است از آنچه در اوج هیجان و کینه‌های انقلابی ممکن است رخ دهد. وقتی دادگاه به ابزاری برای حذف سیاسی تبدیل شود، قاضی نقش تیربارانچی را بازی می‌کند. او در قم دفن شد، اما ترس از تخریب قبرش توسط بازماندگان قربانیان باعث شد تا هیچ سنگ قبری نداشته باشد. پایان تلخ برای مردی که هزاران حکم تلخ را صادر کرد. نظر شما چیست؟ قاضی انقلاب بود یا قصاب ایران؟ دیدگاه‌های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. اگر از این سفر در زمان لذت بردید حتما کانال را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید.